سلام، وقت بخیر. امروز اومدیم باز یکی از راه تشخیصی که بتونیم ببینیم گاف صندوق کیفیت داره یا نه. یکی از روشاش اینه که شما گاف صندوق رو از بغلاش بزنی معلوم میشه. اگه بتونش خوب پر شده باشه، ورقش ضخیم‌تر باشه، یه صدای محکمی میده، یعنی قشنگ تو پر معلوم میشه. اما گاف صندوق اینا که یه خورده کیفیتش پایین‌تره، ارزون‌تره، یه خورده شل‌تر میده، صداش معلومه انگار که داخلش هوا داره یا مثلا خوب بتونش پر نشده. این خاصیت داره. بعدش گاف صندوق‌های شرکت کاوه همه از پشت پر میشه. دقیقاً این دور تا دورش کلا بتونش مثلث خیلی محکم درست حسابی. این پشتشو که بتون میزنن بعداً ورقش میذارن و جوشکاری و بتونه کاری. اما این گاف صندوق ایران کاوه نه، برعکسشه. پشت دور تا دورش کلا بتون کاریه. از کف بتون میریزن، گاف صندوق چپ است، بتون میریزن، ورقو میذارن و جوشش میدن. دیگه اینم یک از روشایی که بدونیم که فرق گاف صندوق کاوه با ایران کاوه.